اسفندیاران گرامی، خلق سرملتی دیاری آفتابرویمان به استقبال 33مین سالگرد استقلال وطن در همه جبهه‌های زندگی و کامیابی‌های خویش نایل می‌گردند. ناوابسته از سن و سال همه شهروندان بهر آبادی و آسایشتگی و کارهای بنیادکاری کمری همت بستند. سال از سال سطح زندگیمان پیش می رود، چه در ساحه علم و فن، معرفت و معنویت، کشاورزی و دیگر جبهه‌ها و کامیابی‌ها سزاوار می گردیم. گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختن خواهد بود. روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هفت گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه. وفا خدا مددگارت باد، اسیان دلی و تو نکشی دادی خداست، ای دادی خدا خدا مددگارت باد. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه. تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، تاجیک و یا فارس و یا اهلی دریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه، در هستی با هم بستگی یک دیگریه. این لحظه ما به شما
آید زندگی نامی مردمی با شرف ناحیه سوخ ولایت فرغانه حکایه می کنیم. در این گوشه بیشت آسا اساساً تاجکان زندگی دارند. سوخیان با اهل شعرا مردم مهمان دوست و مهنتکش خیش افتخار دارند. از بردباره های مردمی با آر و ناموس این سرزمین ما هم شاد و مسروریم. از استقلال وطن شکرانه میکنم من، از استقبال وطن شکرانه میکنم من. استقلال این نعمت بزرگ است. استقلال به ما چی داد؟ استقلال یکم است به ما امکانیت داد، امکانیت زیست، فراوان زیستن به ما امکانیت کرده داد، فراوان حیات گذراندن به امکانیت کرده داد. من این سالهای استقلالیت، من این سال ما 33 سالگی را جشن میگیریم، با ما نهایت حقوقهای بسیار داد. یکمش حقوق زیست فراوان. این چی گفته گپ؟ در 6 سال آخری استقلالیت قیافه بیرونی محله ها تماما دیگر شد. زیاده از 10 کیلومتر راه اسفالت پوش کرده شد. 2 مکتب نو از تعمیر برآورده شد. نقطه های طبی که از طرف تدبیرکاران بنیاد کرده شد به کار شروع کرد. من از روزهای نزدیک به مناسبت 33 سالگی استقلال ازبکستان مجموعه سودای زمانوی که تمام طلبات استانداردهای جهانی به جواب میدهد هوای شده میشه از عرفه استقلال. این همش شرافتی همین سیاست عادلانه و عاقلانه و خردمندانه محترم پرزیدنت تمام می باشد. برای همین من از نام تمام اهل محل، تمام شهروندان ریسپوبلیکمان را به مناسبت جشن 33 سالگی مستقلیت ازبکستان تبریک میکنم. از نام تمام سوخیان، از نام تمام باشندگان خلق سوخ تبریک و تهنیت میگویم. همتان به تینجی امانی، آسایشگی از درگاه آفریدگار، همتان به حیات نیک فراوان، عمر دراز با برکات میطلبم. در ناحیه سوخ ولایت فرغانه چی در دیگر محل و شهر و دهات به استقبال استقلال مردم با شهامتی به خود خاص آمادگی می‌بینند. کشاورزان، باغبان و دهقانان این محل زبان زمین را می‌دانند. سر و صنایع تاک‌پروری را از خود نمودند. بینندگان عزیز، ما در تاکزار می باشیم که در اینجا روزومت نام نوع انگور پرورش کرده می شود. شاید شما فکر کرده باشید که حالا ما در ناحیه آلتعریق هستیم، اما اشتباه میکنید، خطا میکنید. ما در آلتعریق نیست، در ناحیه سوخ می باشیم و در ناحیه سوخ هم همین خیل تاکزارها تشکیل کرده شده است و این تاکزار در جمعی شهروندان محله غزنا جایگیر شده. زیاده از 1 هکتار زمین در اینجا به تاکزار تبدیل داده شده است و بابا میگوید که هر سال حاصل فراوان میگیرد و این نمود میوه را به مملکت‌های خارجی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و دیگر مملکت‌ها اکسپورت میکند. در این حدود محله ما همه نوع‌های میوه به منظور گرفتن حاصل متیت گرفته میشه. من اینجا انگزورم مونده، من حاضر اهم محلی غزنا بیکارچی زنان دختران بانوان با کار من حاضر 20 نفرش این دهقانم قربه گرفتگی با کار تامین شگی. ما این مقصد من این شفتالوهای انگوری به دیگر دولت ها یا خارجی اکسپورت کسی. در اینجا نوعهای گوناگون انگور، شفتالو، سیب، ناک و دیگر میوه ها پرورش کرده می شوند. انگور میوه سردرآمد اما کم آب طلب می کند. از این رو اقلیم ناحیه سوخ برای پرورش نوعهای مختلف انگور خیلی موافق است. خواجگی فرمیری مذکور در میدان زیاده از 1 هکتار تاکزار برپا نموده است که آن در 1 سال نزدیک 400 میلیون سوم درآمد می گیرد. 1 هکتار 300 تاکزار کردگمو اکن به مهنت هیچ چیز نمیشد. حقانه مهنت کردن در کار، لیکن خریدارگر 1 سوم باشد هم میپرسد انگار چند پول کده همینش ناس. این اکن ما رزامت نوشه کردگی حقیقی ناس، فتش ناس، تامش شیرین، حقیقی بازارگر انگار. حقانه من سوخ آمدم، من هوای تازه، آب تازه خودش بیارشم میشن، من شسوس. بسیاری ها میگویند که همه شرایط سوخ، اقلیم سوخ با پرورش انگور مساعدت نمیکنه. اگه مهنت که وقتش اندن نگاه کند حق میشد. با هوای ما راست میشد.
من 600 آخر من چندین سال از این طرف من 600 ترسی ما حاصل میگیری چون حاصل دارش نقص چیز ما خودتون دیده استودیتون نقص چیز حاصل دارش حقانی مهنت بیارش میتیاد هر چقدر مهنت کنید بیشتر گفتم میگیرید نه چگرش نیست. سال گذشته حاصل تاکسار فراوان گشت. امسال باشد حاصل انگور در میدان تاکسار خواجگی ها باز هم فراوانتر می گردد. انتظار می رود که انگور پروران دوچند حاصل می گیرند. در خواجگی فرمیری های زیادی ناحیه سوخ بغیر از نوهای گوناگون انگور یکچند نوهای سیب و شفتالو و ناب پرورش کرده می شود. عزیزان نام این نوک را کیوی میگویند و طبق معلومات باغبان سرحاصل است. مشقت زیاد طلب نمی کند از باغبان و بغیر از این خریدارگیر می باشد و بابا میگوید که این نمود ناک و نکترین یعنی ما شفتالو میگوییم همین نکترین را هر سال به مملکت های روسیه و قزاقستان اکسپورت میکند. طبق معلومات های باغبان خریداران از ناحیه آلطریق و دیگر ناحیه های ولایت فرغانه به اینجا آمده یعنی اکسپورتیورها آمده این میوه ها را خریده به کشورهای خارجی اکسپورت میکنند و درآمد خیلی خوب به دست میارند میگوید باغبان. این را دیده بار دیگر اقرار شدیم که همه کار به مهنت وابسته بوده است. اگر انسان از تحت دل مهنت کند در حیات موفق می شود. این بازارهای زیبا، این میوه های شیرین نتیجه مهنت بابای دهقان است. میوه های باغ مذکور واقعا طعم شیرین دارد زیرا آب سوخ شیرین بوده طعم آن به میوه و سبزوات های آن لذت می بخشد. مردم سوخ با پیرانی بر نادل خود می فخرند. اکثر آنها صاحب تجربی زندگی پرنشاطند و حلیم و سخی‌اند. پیرمرد از ناحیه سوخ نیم نفقش را برای آباد ساختن کنار راه ها مصرف می کند. سنش گرچند از 90 گذشته است همان مهنت کرده و کنار راه های اساسی ماشینگرد را آباد می سازد. کنار راه دوان مرکزی ناحیه سوخ که مردم محلی سری براز می گویند به یک گوشی آبادترین و سبزترین ناحیه سوخ تبدیل یافته است. وقتی از این منزل می گذرید بوی خوش گلها به دماغ می رسند. شخصی که به اینجا گل شنانیده و مهنت کرده و آباد کرده است ضیاءالدین امک محمودوف می باشد که این سال 93 ساله شد و ضیاءالدین امک همان مهنت می کند. انسان را مهنت حلال شرفمند می گرداند. بنابراین اکثر ساکنان کوهستان همیشه با مهنت جسمانی شغل می ورزند. سر و اسرار سالمی و دراز عمری مردم به مهنت در هوای تازه وابسته است. ضیاءالدین امک هر صبح به این منزل آمده به قول اصحال نهالکان و نمودهای گوناگون گل خبر می گیرد زیرا هر یک گل و گیاهی این منزل برای او چون فرزندانش عزیز و قدرناکند. من تاگو پوم به 10 ماشین خوک انداخته زمین کرد گل زود کرد شروع کردم یکتا من بر رحمت تو شد دعا کنه شد. باغبان کار دیده هر لحظه زندگی را قدر می کند. از تماشای منظره زیبا بهره می گیرد. این همه آبادی های گوشه دیار به او ذوق می بخشد. روحیتش بالیده می گردد. من همه باغ گلزار کردم خونه میشنم کسل میشم همه گلزار بینم اگر خرسن شده توام نقصه در دوم میپرد انم دیگم 93 و در اومد مهنت میکنم انم من گلزار کردم شروع کردم نقصه 50% نفقه من همینجا آورد کردم با شروع کردم با نقص کردم با باید میکنم خوک در کار خوک میاندازم شور در کار شود شور میارم هلنگه باید میکنم مهنت کرد همینجا شور میکنم محله آورد کردم با خیسته خوش میکنم.
خوشبختانه در دیار بیشت آسای ما چنین مردمان زیادند که بهر فردای نورافشانی وطن و زندگی خوبی نسلی جوان کمری همت بستند و نمونه عبرتند. زنده باشید ای مردمی با شرف. یاوان رهاش لاله و نسرین داره، یاوان رهاش لاله و نسرین داره، صد قصه زی عاشقانی پیشین داره. زنبور شوم عسل بچینم زی لباش، زنبور شوم عسل بچینم زی لباش. یاوانی بچه، یاوانی بچه، گپای شیرین داره، گپای شیرین داره یاره. تو بمره کسی بیاره خبره، کیلومترم هدیه گیره، دوامترم هدیه بره. هر بچه تو بمره کسی بیاره خبره، کیلومترم هدیه گیره، دوامترم هدیه بره. برم بگه رازی مره، یاوانی بچه ره گذره. در یادی عشقت بندم، آه دلکی درمندم. ای بچه یاوانی ای دیدنکت خرسندم، ای بچه یاوانی آه ای دیدنکت خرسندم. کرده موره. هر بچه تو بمره کسی بیاره خبره، کیلومترم هدیه گیره، دوامترم هدیه بره. هر بچه تو بمره کسی بیاره خبره، کیلومترم هدیه گیره، دوامترم هدیه بره. برم بگه رازی مره، یاوانی بچه ره گذره. در یادی عشقت بندم، آه دلکی درمندم. ای بچه یاوانی ای دیدنکت خرسندم، ای بچه یاوانی آه ای دیدنکت خرسندم.